وقتی به حجاب به نمایش میبرایی خیال میکنی خیلی کاری خوبی کرده ای؟ زنی که به نمایش میبراید و زیبایی‌هایش را برای مردان نشان میدهد بدترین زن عالم است و از جمله زنان منافق به شمار میرود. چون این زن اگر توبه نکرده بمیرد داخل جنت نمیشود و حتی بوی جنت هم در مشامش نمیرسد. چون این زن از جمله دوزخیان و لعنت شده است. من کسی را خصوصی حکم نمی کنم که تو فلانی دوزخی هستی یا تو فلانی منافق و بدترین هستی، بلکه پیامبر خدا را به شما میرسانم. از پیش خود چیزی نمیگویم. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند و متکبر هستند و آنها منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. تکبری چون این زنان در آن است که وقتی به آنها نصیحت کرده شود از روی تکبری میگویند تو به من چه کار داری؟ کار خودت را کن، یا مانند چنین سخنان را میگویند.